بحث اون آسیب دیدگی بر باشگاه بانوان آسیب بیشتره میرسه یا خانم؟ خب یا آقایون؟ حالا دلیلش چیه؟ در مورد این صحبت کنیم. ببینید خانوما به خاطر اینکه کلا اصلا سیستم تمریناتشون با آقایون خیلی متفاوته. خانوما عضلات ریزتری دارن، بعد انعطاف بدنشون خب خیلی نسبت به آقایون بیشتره، آسیب دیدگی تو بدن خانوما خیلی بیشتره تا آقایون. بعد خانوما اگر که مربی بالا سرشون نباشه و کنترل نشه خب خیلی بیشتر به خودشون صدمه میزنن. کلا خانوما از این جهت خیلی آسیب دیدگی توی بانوان با آقایون متفاوته. آقایونو من بیشتر در سطح حرفه‌ای که دارن خیلی در سطح بالا کار میکنن خیلی من دیده میشه که بیشتر آسیب میبینن، ولی خانوما تو حالت عادی هم توی باشگاه یه طرف یه دنبل 2 کیلویی هم دستشه آسیب میبینه. چون حرکت رو اشتباه میزنه. نه، چون حرکتش انتخاب وزنه رو از اون اول مدیریت نمیکنن. اما اول هم دیگه رو یا میبینن یا مثلا میخواد بگه من بهترم و سری جلو هم دیگه زارت میذاره آخر سنگینش میکنه. چه میگم من دیدم دیگه میذارن سری آخر. اول اصول تمرین تا 10 دقیقه اولش یه مسیری داره. اول هر تمرینی رو میخوان شروع کنی، اصلا یه تمرین 40 دقیقه‌ای تا 5 دقیقه 10 دقیقه اولش فقط کنترل و مهارت وزنه است و تمرکزی زدنه. وسطای تمرین اوج میگیره تمرین و میتونید فشار رو بیشترش کنید و این خود مدیریت کردن وزن رو تو خود آقایون هم یه سری‌ها رو من دوستامو میبینم و میبینم همون اول انتخاب وزنه، همون اول بسم الله 3 تا اول اشتباهه. این میشه که هم باعث آسیب میشه و وسط تمرین خسته هم میشن. آخه خانم‌ها یه مشکلی که هستش فکر میکنن وزنه بیشتر از 2 کیلو یا 5 کیلو بردارن عضلاتشون خیلی درشت میشه. اینا فکر میکنن که مثلا وزنه داره سنگین میشه، اینا عضلاتشون به شدت سریع رشد میکنه و فرم مردونه میگیره. من مثلا شاگردای زیادی دارم که میان میگن که ما اصلا عضلاتمون رشد نکنه، فقط یه چربی بدنمون بیاد پایین، بدنمون فیت شه، اصلا عضله‌ای ساخته نشه. در حالی که ورزش کردن اینه که شما بافت چربی درصدش بیاد پایین، شما عضله سازی بکنی. ولی متاسفانه این دیدگاه خانم‌ها یه مقدار تو این زمینه، خود منم که مربی هستم تو باشگاه، این موضوع منو خیلی اذیت میکنه که میان و همش اینو میگن که ما عضلانی نشیم، عضلاتمون خیلی رشد نکنه. یه خورده همچین طرز تفکر و دیدگاهشون به این موضوع خورده غلطه. من اصلا اینو همیشه هم بهشون تو فضای کار خودم هم بهشون میگم، ولی خب خودم عجله دارم خیلی خانوما. فکر می‌کنم مثل عمل زیباییه، سریع کنه رفتن دکتر فردا باید به اون نتیجه برسن. خیلی باید صبور باشی تو این ورزش. حالا تو مردمش میگم که یه خورده باید زمان بره جلو تا این خانوما پیشرفت کنن، یا مثلا بیافتیم توی نه که حالا بگم خانوما ببخشید دستام بالا، زمان میخواد که ما تو این سیستم موازی پیشرفت کنیم. زمان یه خورده تجربه بیاد و یه خورده آپدیت تر بشیم. حالا هم داریم با تجربه و یه خورده علم داریم، ولی داریم بازم با سختی میریم جلو. کامبیز توی خانوما مصرف حالا داروها هورمونا هستش، یعنی نمیتونیم بگیم نیست. برای بحث مسابقه بعضی هم حتی برای لاغری سوما میزنن، بعضی اصلا خودشون مسابقه نمیده طرف. آره مسابقه نمیده برای حالا. خب این عوارضش برای آقایون عوارض داره. میگه بده برم هیکل درست کنم، اونم فازشو میگیره. فردا میره سوما رو میزنه، بیورو یا علی میره ترید، میره غذا رو 2 وعده استوری میکنه، پیش به سوی هدف، من به قله‌ام میرسم، تو نذاشتی من پیشرفت کنم. اونا میان دوباره. خب این آسیباش عجله چیزه. بعضی اصلا هم تو دارو میزنه. مثلا چرا داری میزنی؟ چی هست؟ با کی کار داری؟ من حرف ایشونو الان دیگه اینجا تایید میکنم، چون که الان تو خانوما خیلی زیاد شده این موضوع که دارو استفاده میکنن در حالی که اصلا هیچ هدفی هم ندارن، یعنی اصلا هیچ هدف مشخصی ندارن. اگر که بخوان برای مسابقات یا حالا در سطح خیلی حرفه‌ای میخوان کار کنن، خب بله، ولی اگر میخوان برای نمایش بدن یا حالا به قول ایشون در حد کل کل کردن و یا مثلا لجبازی کردن و این داستانا باشه، اصلا من توصیه نمی کنم دارو رو، چون واقعا عوارضای خیلی زیادی داره. نمیشه بگی که استفاده کردنش اصلا به نظر من
برای خانم خیلی چیز نیستش، ولی خانومی که در سطح مسابقات میخواد بره هم اجبار میشه که باید استفاده کنه، هم لازمه برای بدنش. این دو موضوع. آره اشتباه نکنید، دارو مثل لباس خریدن و عمل زیبایی و تو تا حالا حالم خوب شه، رویم عوض شه و بده کفشم عوض کنم به چشم بیام و این لباسه چرا رنگش اینطوری مثل اون نیم. هم باید اولا که خیلی صبور باشی، هم باید که این مسیر رو طی کنی. کاری ببین یا مدوما که هیچ کار چندین ساله، یکی دو سال هم نیست دیگه، باید کارت باشه. ولی به نظر من برای جوونا و برای چه دختر چه پسر که حد وسط جامعه هستن میخوان لایف استایل قشنگ برای خودشون درست کنن. حالا هدف مسابقه هر کی میاد تو سری نمیدونم چرا میخواد مسابقه بده، نمیدونم چرا من چی شده. حالا خوبه، حالا ان شاءالله که موفق باشن، سرگرمی باشه، ولی به نظر من یه لایف استایل خوشه خیلی زیباتره و جذابتره، چه برای پسرش چه برای دخترش. اون حد وسط رو داشته باشن، هر روز یه لایف استایل از حوازی صبحشون رو داشته باشن، یه غذا نه چربی باشه نه شیرینی باشه، یه بدن خوشگل داشته باشه، هم حالشون خوبه، هم خوش لباس، هم خوش تیپ، هم به معاشرتشون تو جامعه بهتره دیگه. خیلی تاثیر داره. حالا تو میخوام برن تو بحث دارو سختش کنن، اعصاب خودشون رو خورد کنن، این نمک نزن، اون مرغ بو میده، اون میگه اونو دست نزن، اون میگه اعصاب ندارم و خیلی از هم دیگه جدا میشن. اینو حواستون باشه، هم دیگه رو دوست داشته باشید و هم دیگه کمک کنید به هم دیگه اینطوری. کامبیز مکمل، مصرف مکمل توی خانوم و آقا یه شکله؟ یعنی نظرت اینه که مکملایی که خانوما میتونن آقایون میتونن یکی یا فرق میکنه؟ مثلا آقایون یه مکملا که روتینه، حالا مثلا اصلا وی که دیگه پروتئینه که حالا چه خانوم چه آقا، اصلا تو پنکیک شما کیک و شکلاتی هم بریز مثلا پروتئین استفاده کن. حالا دیگه بیسی هم که در همین حد حالا دارم اسم میبرم، حالا نمیدونم خوبه یا نه، ولی چیز خاصی نره. مکملایی که تو حد مثلا آمینوها باشه و ویا باشه و حالا یه سری محرکا باشه، اونم دوز کم، ولی دیگه تو سیستمای دیگه هورمونیش نه. بله کاملا درست میگن. تو سیستم هورمونی فقط یه مقدار باید دوزش بالا پایینه، واسه خانم و آقا با هم فرق میکنه، متفاوته، ولی تو مکمل نه، فکر نمی کنم خیلی زیاد با هم تفاوت داشته باشن. مربیگری تو ایران مبناش چیه؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه علم تجربه از قهرمانی، سوشال مدیا، عمل زیبایی برای خانوماست. این شما نظرت در مورد من مربیگری رو علم و تجربه، یعنی هر دو با هم، یعنی هم باید علمش رو داشته باشی، هم باید تجربه کار رو داشته باشی، مخصوصا در رشته بدنسازی، چون هم بحث غذاییه، هم بحث تمرینیه، هم بحث داروییه. تنها ورزشیه که همه چیز با هم، یعنی کنار هم باید داشته باشی و علم و تجربه رو همراه با هم باید داشته باشیش. این نیستش که علم رو داشته باشی تجربه رو نداشته باشی. خود من الان نزدیک به 12 ساله که دارم کار میکنم، یعنی هر دو با هم. برای مربی دیگه همه مواردی گفتید باید باشه، باید عشقش هم داشته باشی، علمشه که تجربه و همه اینو که میاد پس زمینه کار دیگه عشقش هم باشه که بهت انرژی بده. مربی خوب هم روانی هم روحی باید کنارت هم باشه، به غیر از حالا علم و تجربه نباشه تو مسیر. بعضیا عشقشو دارن ولی علمشو ندارن. آره این هم هست، به این نکته واسم خیلی عشقشو دارن توی ورزش. ببخشید یه مربی حرفه‌ای باید همه جوره حرفه‌ای باشه دیگه، یه جا ذهنی شاگرد کم میاره. الان ایشون حرفه‌ایه؟ ما تو رکاب حرفه‌ای با حرفه‌ای دوستی، دوستان زیاد حرفه‌ای داریم. ببینم شما را در چه سطح حرفه‌ای دارین کار میکنی؟ توی یه مسیری برای خودم سعی کردم که بهترین خودم بشم. حالا ببینم شما رو من یه الان وقتش اگه هست که من یه بچه خوشگله. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ سلام. حالا با این کار از نزدیک صحبت کنیم. بله. خب سوشال مدیا پس موثره؟ سوشال مدیا خیلی موثره. انا هر کی دستش ماشاءالله هر کی قوی تر باشه میگیره دیگه. بله. سوشال مدیا
در رابطه با این خانوما محدودیت البته دارن. محدودیت دارن، بله، در این زمینه محدودیت دارن. من فقط میگم دیگه مربی، من خودم به شخص در سطح حرفه‌ای کار میکنم، ولی همیشه خب خودم من به شخص مربی داشتم، یعنی همیشه کنار خودم یه مربی داشتم. علمش و تجربهش برای مهمترین چیز بوده، یعنی این دوتا رو برای من خیلی مهمه. بعد خیلی اهمیت دادن به شاگرد، یعنی به شاگردش اهمیت بده مربی. حالا چه میخواد پیگیرش باشه، چه میخواد اصلا آنلاین به ایشون برنامه بده، چه میخواد اصلا حضوری توی همون فضای باشگاه بالا سر شاگرد باشه. ولی متاسفانه الان تو صحبتایی که ایشونم یه چند دقیقه پیش گفتن، الان بیشتر حالت بیزینس شده و الان اومدن توی اینستاگرام یه فضای مجازی درست کردن و حالا یه برنامه آنلاین میفرستن ولی دیگه به بعدش این که حالا اون شاگرد داره چی کار میکنه، چه اتفاقی برای اون شاگرد میفته، اصلا مربی هیچ پیگیری خاصی در این زمینه نمیکنه که بدون اون شاگردش الان تو چه سطحیه، چی کار داره میکنه. نهایتش اینه که اصلا در سطح حرفه‌ای اما مثلا برنامه غذایی رو میده، برنامه دارویی رو میده، تمرین رو میده، میره دیگه تا 1 ماه آینده، 40 روز آینده. تو این مدت اصلا حتی شاگرد پیامم میده، اون مربی خیلی اونجوری که باید و شاید پیگیر شاگردش نمیشه. یه جایی صحبت میشه کامبیز، حالا شاید این صحبت به گوش شما هم رسیده، بالاخره توی محیط ورزش بدنسازی و قهرمانی میگن که آقا این ورزش مال خانوما نیست، این ورزش مال آقایونه، چون این ورزش مردونه است. نظر تو چیه؟ نه هست، اینو نیست، این هست برای همه. الان مدلی یا استایلی هستن که میبینی فیتنس استایل اومده و اونا تیپ خودشون استایل خودشونو دارن و ورزشه برای همه هست. حالا دیالا خوبه سوا جداش کردن که برای هر کسی که حالا استعداد داره خودشو بهتر نمایش بذاره دیگه. الان مثلا قدیم یه کلاسیک بود یه بیلدینگ، اون وسط فیزیک کلاسیک نبود. خیلی همین فیزیک کلاسیکیا نه بیلدینگ بودن نه کلاسیک، یارو میومد تو بیلدینگ اوت میشد میرفت تو کلاسیک سایزش. خوب شد که حالا اینا اومد، هر کی هم برای خودش حالا استعداد خودش کشف میکنه. من حالا هم برای خانوما هم برای این فیتنس مدلیام هم خوشحال شدم، هم خیلی خوب شد، برای ما هم خوب شد، این خیلی قشنگتر هم هست، آدم لذت میبره. منظورت از فیتنس مدلیا همین کچلواری‌ها؟ کچلواری‌ها آره، اونم تیپای خودشون داره، برای من جذابه، دوست دارم تیپشون استایل. حالا دیگه حتما نباید همه گنده باشه، ولی قبول داری که نباید بغل مسابقه بدنسازی مسابقهشون برگزار شه؟ آره اینا باید برن توی استایل دیگه. حالا نسبت به خودشون یه لوکیشن دیگه باشه براشون، نه که تو همون فضا. برای اونا یه احترام خاصی قائل بشن، برای ما یه احترام خاصی. یا کلا با کت شلوار که فیگور گرفتن آره خود آره، اونم مثل اوله فیزیکه، 1-2 سال دیگه ان شاءالله اونم درست میشه. بدنسازی رو فکر میکنن به گندگیه، در حالی که اصلا این نیست. تناسب اندام، درسته بدنسازی نمادش با گندگیه. فکر میکنن مثلا بدنسازی به گندگیه، هرچی حجیم‌تر و گنده تر فکر میکنن مثلا بدن زیباتره، در حالی که اصلا این نیست. من میگم تناسب باشه، بالا پایین با بالانس باشه، بدن باید بالانس شده باشه، نه اینکه مثلا طرف هی دارو میزنه هی حجیم و حجیم‌تر، ولی مثلا از نظر من این نیستش بدنسازی. بدنسازی بدن حالا بعد تناسب اندامی که داری دیگه، حالا یه سری استخوان‌بندی‌ها ریزه، یه سری استخوان‌بندی‌ها درشته، اون دیگه بستگی داره به حجم عضله‌ای که میگیرن. قطعاً هم که تو آقایون خب حجم عضله بیشتری نسبت به خانوما میگیرن دیگه، یعنی اصلا یه چیزیه که نسبت به هورمونی که توی بدن آقایون با خانوما هستش، خب یه چیز کاملا متفاوته.